3 اکتبر در مرکز ناحیه خاولنگ اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای زمانوی چایخانه چیلچنا را به استفاده دادند. انشاءات در دوره دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان به استقبال جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و اعلان سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی از جانب صاحبکار وطن دوست اسماعیل صدیروف با رعایت عنصرهای خاص صنعت معماری ملی با طرح معاصر ساخته شده است. فاطمه زهرا صنف چند میخونی؟ صنف 5. تو؟ هر دو؟ چی میشه آینده؟ آینده ما ملیسا. ملیسا؟ شما چی؟ آینده دکتر. دکتر؟ برای چی کار کردن؟ خواندن در کار. آسان. او خالای فاطمه را گوش کردی؟ بله. روی سوپی دانایی را در 12. دیدی 65 در هفته است ما در آزمون اشتراک میکنم. ما جوانان نمیخواهیم مثل خالای فاطمه دانا میشن. بله سلام علیکم. ما خالای فاطمه را در تلویزیون دیدیم و با جناب عالی محترم امامعلی رحمان گپ زد و با جناب عالی گفت که من در فروغ سوپ دانایی اشتراک کرده ایستاده‌ام. بعد جناب عالی گفت که ما شما را به جمهوریت میبریم. خالای فاطمه را ما دیدیم، این هوشیاری و دانایی آن را ما دیدیم و من هم به مثل همان هوشیاری کردم. چایخانه چیلچنا را از 2 آشیانه و تاخانه عبارت می باشد و کارهای ساختمانی را در آن 60 نفر متخصص محلی در مهلت کوتاه با صفت بلند به انجام رسانیدند. در چایخانه شرایط خوب خدمت رسانی به سیاحان و مهمانان خارجی و معرفی طعام‌های ملی تاجیکانه مهیا می باشد. در بینای معاصر خدمت رسانی به میزبان اساساً خوراک‌های ملی در سطح بلند آماده و پیشنهاد گردیده در یک وقت امکان خدمت رسانی به 280 نفر موجود است. با مورد استفاده قرار گرفتن چایخانه معاصر در ناحیه خاولنگ 10 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. منتداری خود را به پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان میرسانم، زیرا محض با دستگیری آن کس صاحبکاران وطنی چنین شرایط خوب کاری را برای ما زنان و دختران مهیا می نماید. در چایخانه چیلچنار با شرافت استقلالیت دولتی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین می باشم. در چایخانه شرایط خوب کاری برای ما زنان و دختران مهیا می باشد. ما زنان و دختران کوشش می نماییم که مهمان نوازی خوب تاجیکانه را برای مهمانان و سیاحان خارجی معرفی نماییم.
نمای داخلی و بیرونی چایخانه با شکل و عنصرهای خاص ملی و معاصر آرا یافته به مرکز ناحیه زیبایی خاصه ضم می‌نماید و توجه سیاحان و مهمانان داخلی و خارجی را به خود بیشتر جلب می‌سازد. غیر از بینای اساسی در اطراف آن نیز برای قبول میزاجان مخصوصا مهمانان و سیاحان خارجی بهترین شرایط فراهم کرده شده. 4 ایوانچه کنده‌کاری شده با صنعت خاص ملی گذاشته شده است. برای طبع بالیده میزاجان صحن بینای چایخانه و اطراف آن با گل‌های رنگارنگ و نهال‌ها آرا یافته است. در چایخانه زمانوی همچنین برای گذراندن توی و دیگر چاره‌بینی‌های فرهنگی در اساس طلبات قانون‌های ملی شرایط مساعد مهیا میباشد. مساحت عمومی زمین چایخانه چیلچنار 0.150 هکتار را در بر گرفته خود بینای خدمت‌رسانی در میدان 1200 متر مربع ساخته شده است. افتتاح چایخانه چیلچنار در سمت رشد انفراساختار ساحه سیاحی این ناحیه زیبا منظر مملکت تکمیل نظام خدمت‌رسانی و در این اساس برای جلب بیشتر توجه سیاحان و مهمانان داخلی و خارجی زمینه می‌گذارد. سرور دولت محترم امام علی رحمان با صفت کارهای انجام یافته در این بینای زیبا بهای ارزنده دادن و مسئولان را با استفاده از این انشاءات معاصر جهت باز هم بهتر نمودن سطح خدمت‌رسانی به سیاحان و مهمانان موظف نمودند. چایخانه چیلچنار را در مرکز زیبا منظر ناحیه خاولین در دایره راهنمایی همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته و استفاده دادیم. بنیاد چایخانه ملی با تکیه به عنصرهای خاصی معماری ملی عملی گردیده است و تمام مسائل ساختمانی و آرایشی از اشیاء خام وطنی استفاده شدند. در چایخانه برای مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی اساساً خوراک‌های ملی در سطح بلند پیشنهاد می‌گردد. ناحیه خاولین که دارای موضع‌های زیادی تاریخی و سیاحی میباشد، با مورد بهره برداری قرار گرفتن چایخانه معاصر امکان است که طعام‌های ملی تاجیکی برای مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی به طور وسیع معرفی گردد. همزمان در چایخانه مذکور برای برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون برای ساکنان ناحیه شرایط مساعد فراهم میباشد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پس از شناسایی پوره با شرایط خدمت‌رسانی به میزاجان در چایخانه چیلچنار در همین جا با 3 نفر یتیم کل از ناحیه‌های خاولین و بلجوان که با امر تقدیر از پدر و مادر محروم ماندند ملاقات و صحبت صمیمی انجام داده و آنها تحفه‌ها از جمله سر و لباس و شیرینی‌ها تقدیم نمودند. پرزیدنت مملکت همه آنها را به جشن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک نموده آید به دستگیری‌های دائمی حکومت مملکت نسبت به قشر نیازمند جامعه یادآور شدند. تأکید گردید که دولت و حکومت مملکت مسئله بهتر نمودن شرط و شرایط و امکانات تحصیل و زندگی چنین اشخاص را زیر توجه دائمی قرار داده است و سرور دولت محترم امام علی رحمان در دایره هر یک سفر کاری خود به شهر ناحیه‌های کشور با یتیمان ملاقات انجام داده از حال و احوال آنها از نزدیک با خبر می‌گردند. تأکید گردید که امروز تنها در ناحیه خاولین 647 نفر یتیم از جمله 13 یتیم کل عمر به سر میبرد که زیر توجه و غمخوری‌های به واسطه سرور یتیم پرور مملکت قرار دارند. کودکان از ناحیه‌های خاولین و بلجوان با پیشوای غمخوار ملت محترم امام علی رحمان اظهار سپاس و منتداری نموده وعده دادند که علم‌های معاصر را می‌آموزند و همچون دانشمند به وایه رسیده با احترام و ارجح‌گذاری به ارزش‌های ملی در رشد و پیشرفت تاجیکستان آباد و صاحب استقلال سهم شایسته خود را می‌گذارند. بر یتیم و دردمندان وطن سرپرست و هم برادر پیشوا بهر مردم جانیساری میکنی با متانت صدر لشکر پیشوا. من نظرا و منیجه خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه خاولین می باشم. باعث افتخار و سرفرازی ما جوانان است که امروز با دیدار پیشوای معظم ملت شرفیاب گردیده از دست رهبریت عالی سیاسی کشور صاحب تحفه های ارزشمند گردیدیم. ما یتیمان هیچگاه خود را تنها احساس نمی نماییم، زیرا تحت سرپرستی پیشوای معظم ملت قرار داشته همیشه ما را دستگیر و مددگارند. برای ما جوانان در کشور شرایط مناسب تحصیل فراهم آورده شده است.
ما جوان دختران در جواب به غمخوری‌های پیشوای معظم ملت وعده می‌دهیم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده در آینده همچون فرزندان با وفای کشور به خلق و وطن خود خدمت شایسته نماییم. پیشوای ملت ضمن صحبت نوبتیشان ما نسل آینده ساز جامعه را با وطن دوستی و خودتنشناسی ملی، دانش اندازی، اشتراک در آزمون‌های سطح جمهوریوی و زبان آموزی هدایت نمودند. صدقاً و صمیمانه با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اظهار سپاس و منتداری خود را بیان می‌نمایم. خالاوه امینه خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 ناحیه بلجوان میباشم. از پیشوای معظم ملت اظهار منتداری مینمایم. واقعا غمخواری های پدرانه شما ما را وادار مینماید که هیچگاه خود را یکه و تنها احساس نکنیم و این همه غمخواری ها را ما در سیمای زیبای شما دریافت کرده ایم. ما جواباً به این غمخواری های پدرانه شما وعده میدهیم که مکتب تعلیمی را با بهای خوب و اعلی ختم نموده در آینده برای گلگشکفای وطن عزیز خودمان سهم ارزنده گذاریم. سرور دولت محترم امام علی رحمان در چایخانه نوبنیاد همچنین با سابقه‌داران مهنت صحبت صمیمی انجام داده آنها را جهت تربیت جوانان در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی و حفظ ارزش‌های ملی هدایت نمودند.